اگه فکر میکنی بزرگترین چیز توی دنیا رو میدونی، صبر کن تا عظمت فضا رو ببینی. نکته یک، طوفان‌های مشتری. بزرگترین طوفان منظومه شمسی، یعنی لکه سرخ بزرگ در مشتری، اونقدر بزرگه که زمین ما رو 3 بار میتونه داخل خودش جا بده. نکته دو، الماس‌ها در فضا. دانشمندان میگن که در سیاره‌ای به نام 55 کانکری 55 کنکری ممکنه بخش‌هایی از سطح آن لایه‌هایی از آلماس خالص باشه. نکته سه، سکوت مطلق. در فضا هیچ صدایی شنیده نمیشه، چون صدا برای انتقال نیاز به مولکول هوا داره و فضا تقریباً خلا کامله. نکته چهار، زمان سفر. اگه با سریعترین فضاپیمای فعلی بخوای از سیاره زمین به نزدیکترین ستاره به خودمون پروکسیما پنتوس بری، باید حدود 63,000 سال سفر کنی. سفر به فضا یعنی غلبه بر زمان و مقیاس. برای دیدن حقایق جهان هستی، حتما کانال رو دنبال کن.